کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان با یک فرمان خود که 3 روز پیش به نشر رسانده است، شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان را، یعنی فعالیت آن را باز داشت. در این شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ اکادمی علوم تاجیکستان 25 نفر عالمان ساحه تاریخ، فرهنگ، هنر فعالیت میکنند. اما سبب این را رئیس کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان عبدالحکیم راززاده در رادیو آزادی گفت که پس از آنکه 3 رساله علمی هنگام حمایت بازگردانده می شود، به طور اتوماتیک فعالیت شورای دیسرتاسیونی باز داشته می شود. اما در صحبتی که ما با نماینده‌های اکادمی علوم تاجیکستان بخصوص شورای دیسرتاسیونی انستیتوت تاریخ داشتیم، آنها هرچند نخواستند که از طریق دوربین کامera با ما صحبت کنند، ولی در صحبت بدون دوربین گفتند که آنها راضی نیستند و برای حل این مسئله به دستگاه پرزیدنت تاجیکستان و از جمله به آزادالرحمن نیز نامه ها ارسال داشتند و منتظر جواب نامه های خود هستند. اما عالمان و دانشمندان شورای دیسرتاسیونی اکادمی علوم تاجیکستان میگویند که شورای اتستاسیونی یعنی شورای عالی اتستاسیونی تاجیکستان در این مسئله هم تندروی به هم زیاده روی کرده است و آنها با چنین تصمیم شورای اتستاسیونی راضی نیستند و میگویند که شورای اتستاسیونی به تازگی یعنی تأسیس داده شده است و هم کمیسیون عالی اتستاسیونی تاجیکستان به تازگی در تاجیکستان به فعالیت شروع کرده است. از این رو به زودی برای برگرداندن و رد کردن کارهای علمی و هم بیکار کردن فعالیت شورای اتستاسیونی کار درست برای رشد علم تاجیک نخواهد بود.